درآمد یه روزه یه تعمیرکار موبایل چقدره؟ ایشون آقا اشکانه. جدا از این که تعمیرکاره، فیتنس کارم هست که بعد از خوردن 7 تخم مرغ اولین گوشی رو با مشکل LCD بهش تحویل دادیم که تعویضش تو کمتر از 1 ساعت انجام شد و اجرتش هم شد 1.5. بعد از اونم یه آیفون 13 پرو مکس بهش دادیم با مشکل باتری که اجرت اینم شد 1,900,000. سری میان بعدشو خورد و یه 11 پرو مکس بهش دادیم که با مشکل خاموشی اومده بود و تعمیرش هم تا ظهر زمان بود. اجرتش هم شد 2,5. واسه ناهارم که ماهی نوشه جان کرد و تا اومد نشست برقا رفت. 2 ساعتی برق نداشتیم و بعد از اومدن برقا شروع به تعویض درب پشت کرد که اجرت این کارم شد 1,800,000. شما هم میتونی این حرفه فنی و پولساز رو در بزرگترین آموزشگاه یاد بگیری. کلمه آموزش رو کامنت کن تا شرایط براتون ارسال بشه.